سلام، امیدوارم خوب باشید. من رسیدم خونه. امروز روز خیلی سختی بود برای من، به خاطر اینکه من کلا انگار یه روز جلوتر بودم از هفته. من فکر کنم امروز چهارشنبه است و من خب چهارشنبه ها یه چیزی تو چشم رفته، نمیدونم چی. چهارشنبه ها، البته این چهارشنبه آخرین چهارشنبه است، به خاطر اینکه ببخشید به خاطر اینکه یک مؤسسه اومدش به اسم فناوران یه سری کلاس نقاشی گذاشت برای همدردی، برای اینکه کسایی که اینجان یکم از این فضای استرس و استرابی که هممون درگیرش هستیم دور بشیم و کمتر فکر کنیم و مثلا یک تایمی و کنار هم بدون فکر کردن به این موضوع بگذرونیم. در صورتی که خب متاسفانه کلن انقدر این قضیه سنگینه، فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، ولی خب به هر حال خیلی ایده خوبی بود و من ازشون ممنونم. برای اینکه خب کنار همیم با آدمای جدید آشنا شدم، با هم معاشرت میکنیم و خوبه. و من گفتم که چون امروز آخرین جلسه است، کلاً 4 جلسه بود، و گفتم که یک چیزی درست کنم برای بچه‌های کلاس ببرم و اینکه از من یه خاطره‌ای داشته باشن. من امروز شروع کردم به کوکی درست کردن و فکر نمی کردم امروز سه‌شنبه است، به خاطر اینکه اگر میدونستم امروز سه‌شنبه است خیلی هولکی کارامو انجام نمیدادم، بیشتر تمرکز میکردم روش و قطعا فکر میکنم خیلی ایده بهتری به ذهنم میرسید برای طرحهای روش. ولی به هر حال تلاشم کردم و امیدوارم که فردا که چهارشنبه هستش وقتی کوکی ها رو میدم به بچه ها امیدوارم که خوشحال بشن. من دیگه خلاصه دیدم که کلاس نیستش و رفتم سر کلاس و حالا از خونه ایما تا کلاس دقیقاً 1 ساعت من تو راهم، به خاطر اینکه خب من ماشین ندارم، با مترو و اتوبوس و اینها میرم. اصلا این هاش مشکلی نیستش، ولی اگر میدونستم روز سه‌شنبه است این همه راه من نمیرفتم و رفتم اونجا و آموزشگاه خب بازه و دیگه رفتم داخل، دیدم همه اون کلاسی که انگار مال ماست تاریکه، هیچکی نیومده، با اینکه من 5 دقیقه دیر رسیدم. خیلی برام عجیب بود. بعد گفتم که خدایا چرا هیچکی نمیاد و رفتم توی تلگرام گروهمون رو نگاه کردم، اومدم که گوشیمو باز کنم دیدم زده سه‌شنبه است امروز. یعنی انقدر عصبانی شدم، خیلی خجالت کشیدم به خاطر اینکه به اون مسئولش من سلام کردم، اومدم داخل، اون منو دید، کاش که منو نمیدید، خیلی حس بدی داشت. دیگه ضایع شدم. خلاصه برگشتم و کلی عصبانی بودم و گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، برم خرید و رفتم خرید کردم. دوای هر دردی به نظر من خریده برای ما دخترها و خانوما. خلاصه که بریم خریدار نشون بدم بهتون. یه چند تا چیز خریدم برای میز کافی بارمون و برای این کوکی هایی که میخوام فردا ببرم، برای این کفش توی باکس یه چیزی گرفتم که اینا رو بذارم روی اون خوشگل تر باشه. حالا بریم بهتون نشون بدم. خب اولین جایی که رفتم مارشال. میخواستم برای خودم کیف بگیرم ولی خب دیگه نگرفتم، به جز چیزای دیگه گرفتم. بچه این کوکی هایی بودش که من امروز درست کردم، خیلی گوگولیه، اینطوریه، نمیدونم دیده میشه یا نه، ولی خیلی نازنازی شده. این اون باکسیه که گفتم برای داخلش چیزی میخوام، حالا اونم نشون میدم. من یه دونه ست ماچا میخواستم، بعد دیگه دیدم امروز داره. یه دونه سیروپ منگو گرفتم برای کافی و باهاش میتونیم چیز درست کنیم، آیس تی و
نوشیدنیای دیگه حتی برای دسر و اینا هم به کار میره. چیزی باحالیه. حالا من فقط منگوشو گرفتم، بقیه اونای دیگر هم میگیرم، طعمای دیگه‌شم. این خیلی باحال بود. خودم اینا رو خیلی دوستشون دارم، خیلی خوشگلن. بانکه خریدم برای شکر و قهوه برای روی میز. این شکلیه، ببین خیلی گوگولیه، خیلی خوشگله و صورتیه نیست. خب بچه من اینو خیلی دیدم توی هم تیک تاک هم یوتیوب، همه جا میگن خیلی خوشمزه است و تنده. من نخوردم ولی اینو گرفتم. این اون چیزی بود که گفتم برای زیر کوکی ها میخواستم. البته رنگی هم داشت، یعنی حالت کاغذتور، ولی من اینطوری گرفتم تا اینکه اینطوری مثل CD 7 رنگه، باحاله گفتم. بعد بورس گرفتم. بچه لیگو گرفتم. گفتم که به جای اینکه حالا مثلا تایم بیشتری تو گوشی و اینا میگذرونم، چیز بامزه‌ام درست کنم، حالا کمتر تو گوشی باشم. این مدلشو گرفتم. مدلای دیگه ای هم داشت. نخدندون، توت فرنگی خوش. اینم برای یکی از نوشیدنی ها گرفتم که میخوام درست کنم، برای رسیپی اون لازم دارم. این از این چطوری میگن، مال اسکراپ سره که باهاش سر رو تمیز میکنم. اینطوری نمیدونم دیگه میشه. شکلات چیپسی، پاستیل. خیلی وقت پاستیل نخوردم. یه دونه دفتر خریدم برای ژورنال کردن. میخوام شروع کنم این کارو. خیلی شنیدم تاثیر داره. حالا انجام میدم. در ادامه شما رو در این مورد اطلاع میدم. نه اشتباه دارم میگم، نمیدونم، یادم نمیاد کلمه‌شو. پاسور خریدم، کیسه زباله، ژیلت، کابل سرایی خریدم. البته اینطوریه چون اون چند تاییاش خیلی کوتاهه، من بلند میخواستم دیگه، اینطوری داشت، منم همین خریدم. دیگه اینم برای دستشویی. تموم شد خریدم. بله همینا رو خریدم. همین تستش کنم. بذاریم بخوریم این چطوریه. بوش مثل کرانچیه. چه خوشمزه. ترش و تنده. روشم عکس فلفل و خیلی تنده. وقتی قورت میدی میفهمی. عکس فلفل و لیمو داره. خیلی خوشمزه. خب الان من باید خونه رو تمیز کنم، به خاطر اینکه امروز فکر می‌کردم کلاسه هیچ کار نرسیدم واقعا هیچ کار بکنم جز اینکه ناهار درست کردم، کوکی درست کردم و همین. برای همین الان میز من ترکیده. ببین همه چی این بالاست. میزو تمیزش کنم، وسیله هاشو جا به جا کنم.